تماشا کنید چگونه عظمت گیتی مغز شما را منفجر خواهد کرد. اندازه یک انسان به طور میانگین 170 سانتی متر است. حدود 1000 برابر سنگین تر از ما آرژانتینوسور 30 متری است. برج خلیفه 10,000 برابر سنگین تر از ماست به ارتفاع 830 متر. سپس ستاره‌های نوترونی که به اندازه یک شهر بزرگ هستند. بزرگتر از آن سیارک وستا که به اندازه بریتانیا بزرگ است. زمین خانه ما به قطر 127,042 کیلومتر. خورشید که میتواند حدود 1 میلیون زمین را در خود جای دهد. و استفنسون 218 2150 برابر بزرگتر از قطر خورشید. TON 618 پرجرم‌ترین سیاه‌چاله شناخته شده، اما تنها یک نقطه کوچک از مقابل ابر اورت. و خوشه ستاره اومگا قنتورس 100 برابر بزرگتر است. حال درک کنید کهکشان راه شیری چقدر بزرگ است. اما کهکشان 1101 حتی 49 برابر بزرگتر است. 100 برابر بزرگتر از آن ابرخوشه لانیاکیا که خانه هزاران کهکشان است. و در نهایت 93 میلیارد سال نوری قطر جهان قابل مشاهده است.